میکنم. حاضر هم صحبتی من داملو شیرین سخن ما سفر داریم به طرف خوجان. ما میخوایم که همین برادر همین داملو یک دعا بگیریم تبارکی بر رحمانه دوام بتیم. الهی آمین. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. خداوندی بزرگ سفرتون را به خطر بگذارد. الهی آمین. پروردگار اون مجلس نشسته که در پیش داره همون را پرثمر بسازد. آمین. پروردگار صف شما را شما حاصل کننده ها و استحصال کننده ها را در جامعه زیاد بگرداند. آمین. چنده که ماهی پرور زیاد شد ان شاء الله ماهی زیاد میشه و قیمت ماهی ارزان میشه. خداوندی بزرگ هر قصد نیتی خیر داره جامعه عملش بپوشونه. الله اکبر. اما الله اکبر. مالش داملو جون مالش خدا. عیدونه برای خانمان و جنابان اینمی جای نمازی به صورت عیدونه می باشد. همچنین قرآن پدرکه می باشد و همچنین یک ماشینکای اگون درکان، یک شامپونی واتیکای استحصالی یگیب می باشد که برای ریشه موی سر مستحکم کردن و همچنین این یک صابونی دیگر، باز یک آب زمزم، یک دوخی زمزم که تا 3 روزه بوش در لباس میمونه استحصالی دبی می باشد. این یک توقی دیگر، یک مسواکی پاکستانی که استفاده بردنش سند می باشه و همچنین یک تسبیح سنگی. این همی 8 چیزی که ما نامبر کردیم از شرکت شفاپرما میتونید شما با نرخ 2900 روبل خریداری کنین. این نهمش جای نماز برای شما عیدونه می باشه، دهمش قرآن برای شما تحفه می باشه. اینها سبب. خدا شفاپرما همراز شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در وقت حیات بودنش بشارت داده است که ای حبیبی من، اگر در آینده گناه کنی گناههای تو بخشیده شده گیاد. پیشکی در آینده گناه کنی گناه تا می بخشو. پیامبری که معصوم ای خدای تعالی ای گناه ها حفظش کرده گیاد با همین بشارتی بزرگ براش داده است. گریه میکنه روز قیامت پیش نظرش بیاره. ما در قصه روز قیامت هم نیستیم، در فکرش هم نیستیم. ها 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 پا 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 شودی خرسندی یگون ذره غم اندوهی همین مرگ نیست در ذهنمون. در جنازه میریم 5-10 دقیقه ما تاثیر میشیم، اینجا میبره با همه را فراموش کرده با همه ها 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 و پا پا پا. شیر اجل یک از این گله میبرد، این گله رو ببین که چی آسوده میچرد. یک تا یک طرف تست یاده این مردم یا دقیقش نیستن، هم یا لحظه شاید ما تاثیر شوند با همه را فراموش میکنن میره. سبحان الله. حضرت صلی الله علیه و سلم با وجود اون معصوم بدنش حبیبی الله های، صاحب شفاعت عظما های، فرد و روز قیامت لیوای حمد در دستش میمونن، در دستش میتن. حضرت میگه که استغفر الله فانی استغفره كل يوم 100 مره و فی روایت 70 مره. طلب مغفرت کنی از پروردگار، زیرا که من از پروردگار هر روز 100 مرتبه، در روایت اومده است که 70 مرتبه طلب استغفار میکنم. ما رو چی درد رسیده است؟ نه استغفار داریم، گناه داریم، توبه نداریم. درد رنج هست، دعا کردن و آب دیدن است. بلا و آفت به سر ما اومده است و به خدا رجوع کردن نداریم. سبحان الله. همه حدیثا رو وقتی که ما حدیثا آوردیم، وقتی در محفل و معرکه همه حدیثا رو میگن به خاطر پند گرفتن از برادرای عزیز، برای یک سخن زیبا گفتن و محفل گذراندن نیست. پیغمبر برای ما را یک الگوی حسنه ای از حضرت صلی الله علیه و سلم باید ما و شما عبرت بگیریم. ببینید حضرت همین امت را تاکید کرده است، تاکیدی در تاکید که از همین دنیا حذر کنه که این دنیا از هاروت و ماروت ساحل‌تر است. اما همین که عاشق دنیا هستیم به خدا قسم که در عشق دنیا هم که سوختگی هم که و راضی هستیم که برای همین کیف و صفای و همین دنیا از همه چیز ما بگذاریم. حضرت صلی الله علیه و سلم میگه الدنیا ملعونتون ملعون ما فیها. دنیا ملعون است، هر چیز در دنیا هست همش ملعون است الا ذکر الله و ما والاه او عالما او متعلما. مگر ذکر الله، مگر طاعت عبادات در راه الله، هر چیزی که وابسته به همین است، و علما و متعلما، عالما و تعلیم گیرنده ها دیگه همه را لعنت کرده است. حضرت صلی الله علیه و سلم میگه
لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى کافرا منها شربة ماء. اگر دنیا در پیش پروردگار به قدر یک پری پشه اگر قیمت می‌داشت، خدای تعالی از کافر همین یک کاسه آب دریغ می‌داشت. اما ببینید نعمت دنیا را داد است. داشت شدری شوی دنیا همین شیرینی داره و زرق برق داره که خوشی مردم به خودش میگیره که مردم دیگه مرگ هم فراموش میکنن. قیامت که پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی در پیشش میگفتن آب دیدهش جاری میشه، همه را فراموش میکنن. حضرت امام غزالی قصه میکنه، یک مرد میگه در بیشه میرفت، از سر راهش یک شیر میبروید، جان شیرین میگرده قفا میگریزه، شیر هم از قفاش تخته اومده است. میگه که یک کلفه دیگه اوس راه نیست، یک غوره، یک قصد میکنه که خدمت بو پرتم مایلش عده پومم که بشکنه، مقصد جانم خلاص شود. تا دیگه میکنه که یک اژدها دیگر هم دهنش واس کرده است، منتظرش شده که کی میقتیده باشه. اب بتاگ به دست در لبی همون کلف همون بتر هم میقپا و خچه اویزان میکنه. اویزان میکنه وش در دوره که یک آتش برواده یا بلو برم یا خدمت پرتم، جانش در کفی دستش. همین وقت دم موشی خیره دیگه میگوین ایده طرف همون نودهکی را که بیچاره قپیده است خویده نسر میکنن. اگه همین لحظه میکنه یا لحظه دیگه تلخش کفیده است، بلو شیر غریده است. در پایون اژدهار خیلی کرکدیل بگی فهمتر شده، کرکدیل دهنش اوی کرده است در بین آب و آتش. ایسوسه نگاه میکنه که همون کلف همون سنگ سراخا داره، با مرور زمان با وزیدن باد و بریدن بارون هم بعضی شکوفا شده است. زنبورای اصل یابویی در همونجا خونه کرده بودند، اصل در همونجا ذخیره کردند. همین وقتی که افتاب میتوه در سنگ، اصل یک خاصیت داره که آب میشود در گرمی، همون با همون تنه همون سنگ هم جوری شده، همون اصل اومده است. با باید دستش همون شوخ نودر هم میقپه و میگه کویا بینم چه خیلی هایی یا لیس میگیره، چلیک شتر میکنه یا لیس میگیره. با درجه شیرین اخو شکر نداشته باشه، حیله نداشته باشه، اصلی تازه ناتورالی دیگه شیر هم فراموش میکنه و اژدها هم خاطرش میره و او دو موشک گورسوخته دیگر هم فراموش میکنه که اون نودر خود است. یا باید دست نودر قپیده است، بعد دست دیگه هم مشت همون اصلا پر کرده و دهن تیلا کرده است. بعد امام غزالی نصیحت میکنه، ای مسلمان زاده، میگه همون مردک تی من قصه ای ترک کرده استم، من وقتی افسانه گویی ندارم. همون مردک تی او شیری که غریدت ای قفات اومده است، او اجل یک لحظه غافلگیر نیست، یک لحظه فروگذارت نیست. شیر اجل و هنگی تو دارد زینهار، در بیشه شیر خواب خرگوش مکن. او اژدهار دوزخه، الان منتظر ایستاده که کی میبریده در همین کمی دوزخ بغلتی. حالت میشه بعضیا همین پریمای دوزخ میرفتیان به حساب کتاب. حضرت شیخ سعدی میگه ریاکار از نردبان فتاد، شنیدم که هم در نفس جان بیداد. یک ریاکار بود، میگه یک مکار حیله‌گر در پیش مردم آدم بزرگ شیخ در اصل یک فاسق فاجی. من برای امتم چیزی را که عبدالله ابن مسعود رضا داده است من قبول دارم، رضا میتونم. یک روز حضرت میگه در زیر یک درخت شیشته است، چند دانه را تبع میبینم، خرمای نوپختگی را در درخت. من میگه یا عبدالله، میگه اما را به چی بیار؟ این حضرت هم پورا بر میزنه ای زوره و در درخت میچسبه، سوقای پشت به حد میده بود، یکی رنگی گوله گوری همین بندکای پشت. تمام صحابه قه میخندن. اما به حضرت میگه که برای چی میخندی؟ برای سوقای عبدالله ابن مسعود قسم به الله فردا روز قیامت این سوقا ایکی احد وزنی‌تر میشود در ترازوی اعمال. شما به حال خودتون خنده کنید، به حال ابن مسعود میخنده. آن همون خیلی احترامش میکردن صحابه پیغمبر. من چه خیلی که حضرت احترامش میکرد به خاطر قرآنش، به خاطر ایمانش، به خاطر تقواش. خداوند خوریای ما را در پوش و خور نخلد، همیشه در تیجوی باشن، محترم باشن. قومی که خوریاش عزت میکنه انشالله عزیزی پروردگار میشه. و خداوند از شر شور و گزندها حفظشون کنه.
انشالله جوانمردایی داریم قایایی داریم که همیشه خدمتشو در جامعه میرسد پروردگار بازم خدمتاشون بیشتر و زاییتر بسازه و قدماشون رو راسی خود خداوند ماندان ایشانی محمد یوسف به قدمشون مبارک و مزین بگردونه و خداوند محفل مونه محفل نورانی و خیر بگردونه در نامه اعمال مصحف بسازه ارواح پدر مرحوم محمد یوسف و پدر و مادرای خودمون و گذشته هامون اونایی را که از ما امید دعا دارن پروردگار رحمت و مغفرت کنه و فردا روز قیامت از دیداری به مثالش از صحبت علمای حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم از شفاعت اون حضرت برخوردار و مناسب